سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراه شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز جمعه 9 اکتبر. 107 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان. کی شروع شدن پروازهای منتظم میان دو کشور نامعلوم باقی میماند. پرزیدنت سوارونبای جینبکوف گفت آماده است عریضه استعفایش را نویسد. بحران سیاسی در قرقیزستان ادامه دارد. تاجیک فیلم میخواهد با فیلم نو بیننده تاجیک را از سینمای ترکی به سمت خود کشد. اونها احساس میکنن مثلا نستشوی ماهی، مثلا کم شدن آب. وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد که از 9 تا 31 اکتبر از روسیه به تاجیکستان 107 پرواز چارتری صورت میگیرد. پروازها از شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، یکاترینبورگ، سورگوت، اوفا، نوسیبیرسک، کراسنودار و کراسنویارسک صورت میگیرند. پروازها را شرکتی سامون ایر انجام میدهد. روساویات اداره نظارت نقلیات هوایی در روسیه از 5 اکتبر به پروازها به 24 کشور از جمله به قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان اجازه داد. از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان مانده است که ارتباطی هواییش با روسیه برقرار نشده است. روساویات سبب این را شرح نداده است. پروازها بین روسیه و تاجیکستان ماه مارس بنابر خروج کرونا ویروس نو قطع شدند. پرزیدنت قرقیزستان سوارونبای جینبکوف گفت آماده است استعفا دهد، اما پس از تشکیل حکومت نوی قانونی. جینبکوف پس از آغاز اعتراضها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر میبرد. پس از اعلام نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر، قرقیزستان دچار بحران سیاسی شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران در بشکک بینای پارلمان و قرارگاه پرزیدنت را غصب و چند سیاستمدار شناخته را از زندان آزاد کردند. در رابطه به حوادث اخیر قبل از آغاز برنامه صحبت داشتم با بقیت اسانف، همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی، و نخست از او درباره آخرین تحولات پرسیدم. К утру 9 октября обстановка относительно стабилизировалась. به حالت صبح 9 اکتبر وضع سیاسی در قرقیزستان نسبتاً آرام شد، اما خف دوباره متشنج شدن وضعیت باقی میماند. حالا در قرقیزستان حکومت و پارلمان کاملی که فعالیت کند وجود ندارد. شب 9 اکتبر پرزیدنت جینبکوف توسط دفتر مطبوعات خود اظهار داد که در صورت انتخاب حکومت مشروع آماده است عریضه به استعفا رفتن از مقام پرزیدنت را نویسد. همین چند لحظه پیش معلوم شد که پرزیدنت سوارونبای جینبکوف با صدور یک فرمان هیئت حکومت قرقیزستان را به استعفا فرستاد. این به آن معنی است که اکنون امکانیت تشکیل حکومت مشروع به وجود آمد، اما در میدان نزد بینای حکومت عین زمان گرد همایی ادامه دارد. در گرد همایی اساساً دو گروه شرکت دارند. یک گروه جانبداران صادر جعفروف که نامزدیش به مقام نخست وزیر پیشبری شده است و گروه دوم جانبداران یک ائتلاف چند حزب هستند که حرکت با نام امید آخرین تأسیس دادند. آنها طلب دارند که اجلاسی غیر نوبتی پارلمان برگزار شده حکومت مشروع تشکیل داده شود. عین زمان پارلمان یگانه نهاد مشروع باقی میماند، ولی وکیلان تا به حال برای تشکیل یک اجلاسی نمیتوانند که به هم بیایند. بقیت، آیا پایان این بحران سیاسی در قرقیزستان نمودار هست؟ تحلیلگران چی میگویند؟ Очень сложный вопрос, потому что پاسخ گفتن به این سوال بسیار دشوار است. حالا معلوم نیست که کی نخست وزیر می شود، کی حکومت نو را تشکیل می دهد و آیا وکیلان پارلمان برای تشکیل اجلاسی غیر نوبتی جمع می شوند یا نه. تنها چیزی که در شبانه روز آخر معلوم شد این است که پرزیدنت موقع خود را روشن کرد و گفت که پس از سر کار آمدن حکومت مشروع و صدور چند فرمان آماده است که به استعفا رود. از این رو حالا معلوم نیست که ادامه حادثه ها چگونه خواهند بود. همه چیز از نتیجه گرد همایی های دو گروه وابسته خواهد بود که حالا در نزد بینای حکومت گرد همایی دارند. هر یکی از این گروه ها راهبر خود را در سمت نخست وزیر قرقیزستان دیدن می خواهند. بقیت اسانف، همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی، درباره تحولات اخیر قرقیزستان صحبت میکرد که به بحران سیاسی گرفتار شده است. و امروز رهبران تاجیکستان و قزاقستان و ترکمنستان با نشر یک بیانیه رسمی از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق کردند.
در این بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان نشر کرد گفته شده است ما از مردم قرقیزستان دعوت میکنیم که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در کشور خیرتمندی خاص به خود را نشان بدهند. در بیانیه اظهار امیدواری شده است که همه طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را برای تأمین صلح و ثبات به خرج می‌دهند. در حالی که همسایه کشور تاجیکستان قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی دچار بحران سیاسی شد، تلویزیون و مطبوعات دولتی از تاجیکستان در این باره به مردم اطلاع نمی‌دهند. همکارم امرالدین عالموف محتوای برنامه‌های خبری تلویزیون تاجیکستان و رسانه‌ها را تحلیل کرد و این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم می‌بینیم. در این ضمن جانب‌ها حادثه‌هایی را که امروزها در قرقیزستان صورت می‌گیرند مورد بررسی قرار داده جهتی با راه مذاکرات هرچه زودتر دریافت نمودن راه‌های حل و فصل وضعیت بحرانی در این کشور همسایه به عمل آمده ابراز عقیده نمودند. شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان به جز این خبری رسمی درباره حوادث اخیر در همسایه کشور قرقیزستان دیگر چیزی نشر نکردند. این سکوت شبکه‌های دولتی تاجیکستان تا هنوز ادامه دارد و حتی در بخش خبرهای خارجی این تلویزیون‌ها درباره حادثه‌های اخیر در قرقیزستان چیزی گفته نمی‌شود، در حالی که در این بخش گزارش‌ها از آبخیزی و ترمه‌فرایی در کشورهای دور افریقا و آمریکا نشر می شود. خبرهای مهم تلویزیون های دولتی تاجیکستان اساساً با موضوع انتخابات پرزیدنتی که روز 11 اکتبر برگزار می شود بخشیده شده است. درباره آمادگی اوچسک و حوزه های انتخاباتی و واخوری نامزدها و نماینده های آنها با مردم گزارش می کنند. در جریان صحبت همچنین اطراف مسئله های مهمی بین شبکه‌های رسمی تاجیکستان از جمله تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون سفینه، جهانما و دوشنبه HD روز 7 اکتبر تنها با دادن خبری کوتاه گفتند این صحبت‌ها در علاهیدگی و تلفنی صورت گرفت. سامانه رئیس جمهور هم نوشت که طرف‌ها وضعیت در قرقیزستان را بحرانی و مذاکرات را راه هرچه زودتر حل شدنی مسئله دانستند. با سوال این که چرا شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان از انعکاس تحولات اخیر در قرقیزستان خودداری می‌کنند و آیا برای خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی برای انتخاب موضوع دستور رسیده است، پاسخ نگفتند. هفته‌نامه‌های کشور هم به مسائل اخیر قرقیزستان چندان توجه نکردند. در هفته‌نامه تاجیکستان مقاله با نام انقلاب قرقیزی و در هفته‌نامه دنیا خبر درباره حوادث این کشور نشر شده است و بس. کارشناسان این عمل رسانه‌های دولتی را محدود کردن دسترسی تماشابین تاجیک بر رویدادهای نه تنها جهان بلکه کشورهای همسایه می‌دانند. دوستان عزیز، روز 11 اکتبر رادیو آزادی در پخش مستقیم سلسله برنامه ویژه را از جریان انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان پیشنهاد شما می‌کند. 3 برنامه نیم ساعتی روز یکشنبه پیشکش می‌شود. برنامه یکم از ساعت 10 تا 10:30، دوم از ساعت 1 تا 1:30 و سوم از ساعت 4 تا 4:30 به وقت دوشنبه. همکاران ما از رفت آوازدهی در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای دنیا گزارش خواهند داد. و اگر شما نیز بینندگان عزیز در روز این معرکه سیاسی شاهد لحظه‌های جالب شدید، برای ما خبر بدهید و نوار و عکس بفرستید. همه شما را در برنامه خاص منتظریم. در قبرستان شهدا در ولایت اروزگان افغانستان روی یک قبر پرچم افغانستان و روی قبر دیگر پرچم طالبان برافراخته شده است. در یک قبر شخص دفن شده است که سرباز پلیس بود و در قبر دیگر برادر او که در صف طالبان می جنگید. گزارش را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می کند. 3 برادر اینجا کنار هم زیر خاک خوابیدند. روی گوری دو تن آنها پرچم دولت افغانستان و روی گوری دیگری پرچم گروه طالبان را برافراختند. هر 3 در 2 سوی مخالف جبهه حدود 2 سال پیش در جنگ کشته شدند. تنها از 2 برادر 8 فرزند بر جای مانده است. اکنون سرپرست و نانآور خانواده فیض الله برادر 18 ساله آنهاست.
این دو برادرانم هستند. این در صف پلیس می جنگید و آن در صف طالبان. آن دیگری نیز برادرم است. این دو هم برادر من هستند. با آنها گفتیم که در خانه باشند. همه برادران هستند که به ضد هم جنگیدند. امید ما این است که دیگران نیز در خانه باشند. همه فرزندان یک مادر و برادران هم هستند. جنگ دیگر بس است. فیض‌الله میگوید بار سرپرستی خانواده های دو برادرش به شانه هایش سنگینی می کند. خیلی درد میکشم. وقتی آنها زنده بودند دلم پر از اطمینان بود. وقتی از پیشم رفتند فکر کردم دلم هم شکست و با آنها رفت. اسم اینجا قبرستان شهیدان است. تقریبا همه کسانی که اینجا دفن شدند یا طالب بودند و یا در صف نیروهای دولتی خدمت میکردند. هرچند در دو جبهه مخالف و با انگیزه های متضاد می جنگیدند، اما روی سنگ گوری همه آنها کلمه شهید نوشته شده است. اکنون رهبران سیاسی هر دو طرف مشغول گفتگوهای صلح در قطر هستند. چشم امید فیض‌الله به نتیجه های مذاکرات دوخته شده است. مذاکراتی که فیض‌الله آرزو دارد به جنگ در افغانستان پایان دهد و تضمین کننده آینده نسبتاً آرام برای او و فرزندان برادران فوتیده‌اش باشند. در تاجیکستان فیلمی به نوار گرفته شده است که گفته می شود پرخرج‌ترین در دوران استقلال است. این فیلمی بچه آبی است که کارگردان فیض‌الله فیض روی نوار آورده است. قرار است نخست نمایش این فیلم روز 16 اکتبر، روزی که جشن کینوی تاجیک تجلیل می شود، نمایش داده شود. همکارم برات یوسفی در شهر دوشنبه قبل از نمایش این فیلم را دید. 100 بار گفتم بخیر شهر بره. شهر با من زنده کردن نمیخوای پولا به اونا میکنی. تو مردک شده که فکری ما را میکنی. تو البته خون بچم مثل پدرت بی‌سواد نشو. این لحظه از فیلم نوی هنری کارگردان جوان فیض‌الله فیض بچه آبی است. فیلم در ساحل و داخل آبانبار قیراقم در مکان ثبت فیلم پدر مهتابی کارگردان مرحوم بختیار خداینظرов نواربرداری شده است. فیلمنامه را بختیار خداینظرов سال 1999 زمان ثبت فیلم پدر مهتابی نوشته است و سالها آن در تاجیک فیلم میخوابید. همین مان در دستش جالب نصیب ما بوده است و پیشنهاد کردن برای من. خوشبختانه همون 16-17 صفحه‌ای که برای ما پیشنهاد شد همچون طرح فیلمنامه ما خیلی دوست داشتم این موضوع را. عاشق این موضوع شدم. معلوم بود که مثلا ما میتونیم اصلا یک فیلمنامه خوب با وجود بیاریم. آمادگی به تهیه بچه آبی تقریبا 2 سال ادامه کرده است. سال 2019 به ثبت شروع کردند و صحنه‌های وامانده فیلم پدر مهتابی را بازسازی کردند. حدود 30% همو را ما بازسازی کردیم. اونجا مثلا شهرک سینمایی خیلی بزرگ است اون کاری که شادرمان انجام دادن. ولی راست شما دستمون نمیرسید 100% اون را بنیاد بکنیم همچون شهرک سینمایی. یک دهه در اونجا ساختیم که عبارت از 4 خانه اساسی و چندین خانه های دکوراتیوی در اونجا دوباره درست کردیم. اما برای چی نام فیلم بچه آبی شد؟ بحث خشکشوی در اونجا وجود داره. یک بچه آبی، یک نفری که با آب کلان شد، یک دهه‌ای که در عموم مثلا عمرشون نزد آب صرف شد، یکی اونها احساس میکنن که روز تا روز مثلا طبیعت برای اونها یک هدیه های عجیب غریب میاره و اونها احساس میکنن مثلا نیست شوی ماهی، مثلا کم شدن آب، مثلا مناسبتی بدی انسان ها با طبیعت. این موضوع یکی از فلسفه های بزرگ شرقی است. شما بزرگ کردین قطعه همین کینوتا. در فیلم 38 نفر هنرپیشه نقش بازی میکنند و برای برخی صحنه‌ها تا 200 نفر هم شرکت میکردند. قهرمان اساسی فیلم از ازبکستان، صدابردار و آرایشگر از قرقیزستان دعوت شده بود. دیگه سناریو با مانند نیست سناریو. نصب شدن حال کینو شاید میبینیتون. بعد من این توی این رول باز نکردیم. من با بابای برکات گفتگی رول غلطید. این فیلسوفانه رول. بودجه بچه آبی از گرانترین فیلم های زمان استقلال تاجیکستان گفته می شود و تاجیک فیلم آن را سرمایه گذاری کرده است. قرار است نخست نمایش آن 16 اکتبر در روز کینوی تاجیک در تالار نوروزگاه برگزار شود.
برنامه ما اینجا به پایان رسید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.